در مرکز فرهنگی قدوق که سپکتاکل آشتی را نمایش دادند، سرپوش‌های ماشین‌های جامه‌شویی کرگیز را آویزان کردند. سرپوش‌هایی که به یاد تعدادی از مردم خاطره جنگ داخلی تاجیکستان را برمیگرداند. جنگی که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. مردم آسایشته این سرپوش‌ها را به حیث سپر به کار می‌بردند. در آن جنگ بیشتر از 50,000 نفر کشته و صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. بیشتر از 1 میلیون نفر از خانه‌هایشان گریختند و پناهنده شدند. بسیاری ها میپرسند که چرا سرپوش؟ بعضی از قهرمانان من و هنگام تحقیق اکثریت حکایت میکردند که هنگام جنگ آدمان خود را از تیر با سرپوش های کرگیزیا محافظت میکردند. در قسمت اول اسپکتاکل آشتی ویدیویی را نمایش میدهند که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان برداشتند. در پرده 3 قسمتی دوشنبه ویران افراد مسلح و کودکان یتیم مانده را میبینید. هنگام نمایش ویدیو ترانه منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار روسیه درباره پناهجویان صدا می‌دهد. دختری که در ویدیو می‌رقصد نقاش دیانا رحمانووا مؤلف نمایشنامه آشتی است که 10 سال باز در بیشکک زندگی می‌کند. با استفاده از قدرت کودکان و ایجادکاران می‌خواهد همه عاقبت‌های بدی جنگ‌های مسلحانه را نشان بدهد. در زندگی خود من هم جنگ تأثیر عمیقی گذاشته است. محض به سبب جنگ داخلی مادرم و عزیزانم مجبور شدند که ما را رها کنند. محض به سبب جنگ. فکر میکنم که شاید مثل من آدمانی در تاجیکستان زیاد باشند که جنگ به زندگیشان اثری گذاشته است. در قسمت دوم نمایشنامه دلیر نظروف آوازخوان و آهنگساز شناخته صحبت می کند. هنگام منالوگ او هنرپیشه تلگت بریکوف نقش نانپز را اجرا می کند و در آخر نمایشنامه بینندگان برای گرفتن نان گرم نوبت می ایستند. رمزیان که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بعضی ها نان هم نداشتند. نمایش اسپکتاکل آشتی تقریبا 1 ماه بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت. در این نزاع 36 نفر از قرقیزستان و 19 کس از تاجیکستان کشته شدند. میخواستم از جمله به مردم مراجعت کنم که در واقع جنگ بین فرهنگ ها یا مردمان نیست. این جنگ ها همیشه جنگ بین افراد شاید بسیار ثروتمند و با نفوذ هستند.